این همون راهیه که میتونید عشق قدیمیتون یا اکستون، کسی که رفته و ترکتون کرده، ازتون جدا شده رو تضمینی به رابطه مجدد همراه با عشق و محبت برش گردونی. این طلسم جلب محبت و عشق شدید، احضار محبت قوی از راه دوره، با موکلینی که داره به صورت فوری در عرض 7 روز عشق و محبت رو به رابطه سرد شده و آسیب دیده شما برمیگردونه. اگر بین شما و همسرتون یا عشقتون جدایی عاطفی ایجاد شده، نسبت به همدیگه سرد و بیروح و بی تفاوت و بی توجه شدین، از همدیگه تنفر پیدا کردید، کینه به دل گرفتین، تحمل رفتارها و حرفهای همدیگه رو ندارین، یا اگر طلاق گرفتید و جدا شدین، این طلسم به سرعت تمام خاطرات بد گذشته رو از ذهن و روح شما پاک میکنه و رابطه شما رو سرشار از عشق و محبت عمیق و شدید میکنه. من ابو ادریس اینجا هستم، با این طلسم قدرتمند بهتون کمک میکنم. اگر از عشقتون جدا شدید و مدت هاست در فکر اکستون هستین، دوست دارید با پشیمانی و بیقراری و التماس و عذرخواهی به سمت شما برگرده، این همون طلسمیه که دنبالش هستیم. تضمینی برش میگردونه، اونم به صورت فوری. هر جای دنیا که باشید در عرض 10 روز کاری از طریق پست DHL و سفارشی به دست شما میرسونم. هر رابطه ای رو بین زوجین احیا میکنه، فرقی نداره در چه درجه ای از جدایی و اختلاف و مشکلات باشه. دوست عزیزم، طلسم اول رو باید خودت بشکنی، تنبلی نکن. همین حالا از طریق آیدی تلگرامم @ابو ادریس یا واتساپی که در بایو گذاشتم تماس بگیر، کمکت کنم زندگیت رو از این رو به اون رو کنی.